کلا همه 24 ساعت زمان دارن. از این 24 ساعت زمان چطور استفاده میکنی؟ یکیش بررسی روزانه تحلیل‌های توی سوشال مدیا، توی شبکه‌های اجتماعی، پیج‌های قویه که اینا چه محصولاتی دارن میارن، چه رنگ‌هایی دارن میارن، چه تیپی دارن میارن، مخاطبین اینا کیا هستن. به این میگن چی؟ دنبال کردن فست فشن. فست فشن اگر دنبال کنی چه اتفاقی میفته؟ ترند بازار پرخوب است. این فست فشن نیست، این مال پیرزناست. پیرزنا سال یه بار خرید میکنه. اون فست فشن اون دختر 15 سال به بالاه، خب دهن پدرشو سرویس میکنه، من از این لباسه میخوام. خودش میره پول در میاره از اینستاگرام این لباس برای خودش میخره. در طی یک فصل 10 تا لباس میخره برای خودش. شما میرید روی موج اینا و پول از اونجا در میارید، نه اینی که سالی یه بار میاد چونیز میخره. این یک ورودی به مغزتونه.